عیادت زیارتگاه عمل معمولی اهل سنت محسوب یافته به خاطر پاسی خاطر یا عملی شوی خواسته هایشان به سر قبر این یا آن شخصان معروف اسلام می روند. از روی نقل او آخرین مراتبه به عیادت مزار مخصوم سنگ کلوله که در منطقه ختلان جایگیر است همراه پیوندان شوهرش به آنجا رفتند. من 7 سال فرزنددار نشدم و با کسی که با کجایی که گوید با همراه شوهرم می رفتم و چی کاری که گوید می کردیم. ما در منطقه زرافشان زندگی می کردیم و بیبی شوهرم با ما گفتند که در مزار مخصوم سنگ کلوله هست در کلوب و با اونجا رفته چارو رو خون کنید اگر سبب شده میتواند که شما فرزنددار شوید. ما با کلوب رفتیم و در اونجا بوس خریده در اونجا خون کردیم. اونجا آدمانی با اون مزار آدمانی زیادی می رفتند و دوشون عملی میشده است. من خیلی که با اون مزار اخلاص کردم. سیدالله رحمانوف نیز دومین قهرمان ما است که در این دهه به وایه رسیده است. بعد یک حادثه ناخوش او نابینا شد و از روی نقل همصحبت ما محض با شوفی بابای مخصوم سنگ کلوله بیناییشش برقرار گشته است. ما بچه یوش بودیم در همین قشلاق‌ها نوبت پودا میرفتیم. بعد همین اکای مخصومه که نوبت پوداش می اومد همین بچه‌هایی که به عقل بودن همه پوداونی میرفتیم. بعد رفتیم همین گولک بسیار همین گرمی توسیم بود در همین سرخا آبوزی کردیم. همین مبین 10-12 گولک ده تاشا آب بود دیگه نابود شدن. من یک 15 روز ای ترسا کور بودم. همین کته اوچا ما می‌خریدم ایدیم اوچا میرفتم. پدرم او هینو از خطی کار میکردن آدمای تری ماشین پوشین کم بود. ماشین داشت پدرم از خطی عدیر میرم ایامش میایم اگر کورم نمیبینیم یکی میشنوم. اوچا هم گفت ابا چه همین سیدلو میگه شما نمیبینه پیشی بابای مخصوم نمیبرید داشت خونه. این همین زبان شنیده استم با عقلکم. گفت که آخه من خیلی میرم مخصوم هم میگم کمباینا دراویده هستن من سر زمینا میرم بگی ببرش. بعد اوچام هم خیلی دمن اوچام قبیده کجده بردکم ای دور آواز اکای مخصوم دویم ده حولیش خیلی روپروی افتاد حولی داشت شتگی بود. گفت چیکار کرد اینو واسه من این اوچای ما گفت که میگه شما نمیبینه. ای گفت الله همون نوبت خدا دا بچه‌ای که آورده ترسیده اینجا بیارش گفت اینا بسم الله الرحمن الرحیم اومدم هم خیلی دست اوچام در دست اکای مخصوم داد همین خیلی سختم راستش خیلی همین سوید میترسی گولک بیاد. بعد همین در بالا هم خیلی توف کرد. یگون آیت خونیش ندیدم. من خیلی توف کرد خیلی براوخه کاره اوچا تقامیتی. اینا حاضر شما هم میگم میگم رو پرو من مردک اولیو شیشتگی ها توف کرد سختم رسیده. یک زاتو هم میگم که نمی دینک داشته. آینه ولی چشم نهادی در 64 مود گازی طبیعی اشک میخونه. مقبره مخصومی پیر محمدزاده که با لقب مخصومی سنگ کلوله معروف است در دهه گلریز جماعت دهات مهنت آباد ناحیه همدانی جای گرفته است. مخصومی سنگ کلوله دامولا خادم دین بوده با خصوصیت‌های خاصش احترام و اعتبار در میان اخلاصمندانش داشته است. مخصومی سنگ کلوله نام گرفتن این خادم دین را به سنگی که در زادگاهش سر خسار جای گرفته است و در بالای آن پدرش عبادت می‌کرده است ربط می‌دهند. درباره همین شفا یافتن آدما تمام کسل دنیا اگر بنیت پیش همین حضرت می اومد اول آخر خدا شفا می آورد. تمام کسل دنیا او پسای او بگولکای چی دردی که داشت دیونوی را می آوردن که این هیچ همه بچه‌مو تعریف نمیکنم. زنجیر پیچ کدگی ای قرغن می آوردن ای دوشنبه می آوردن ای تمام جا می آوردن. زنجیر پیچ که اگه نمیخیل رو پروی حولیش می آوردن کو میگو هویشتی او مردک که کسل دور میگو بابا ایرا هویتم نمی آویم هویشتی زنجیر هوی میکرد اول همون دیونه می اومد بابای مخصوم قد زیارت میکرد ایجا بشی میگو. همصحبت ما که از خود شریف نام گرفت و نخواست چهره‌اش را آشکار کنیم این عملها را ضد فرموده های اسلام مینامد. کلمات داشت که میگو فلانی اومده آدماش روی میکرد که پیش بگیریم بیارینش راه گم نزنه. برای فرزند طلب کردن میاره که ایو کارو در حساب اسلام بدعت هست. میای زیارت میای میگه پروردگار که به سبب همین دوست مرا صاحب فرزند کنید. کسلای پوست میومد کسلی مثال دل میومد دیونه این حیات زنده بود. این بابای مخصوم هر یک دیونه را همین پدر میگو هر یک دیونه را زنجیربند میآوردن که
در خونه دلی اون نمیدن خانواده‌اش که همون را به قپن طعام بتنیم این گهبی می آوردن در پیش 100 متر راه میدید با مخصوصا مثلا میگفتن که زنجیرش هوی کنین این هیچ اشونه میگفتن هیچ در نداره. درباره شفابخشی این مزار روایت‌های زیادی از دهان به دهان تا امروز آمده رسیده است که یکی از آن پرواز کردن تابوت او بعد از ادای نماز جنازه می باشد. سیدالله رحمانов درباره او خاطره‌های زیادی دارد که چنین قصه کرد. ما 8 ساله بودیم همون سال این همی دهه میبینید همی دهه ای دستای آدم و تکنیکا را خیلی دیگه وقت با گفته توری نمیغلطی. بعد بابای معصومت دیدیم که آوردن تابوت چه همی مابین قشلاق در موندن خلق جمع شد جنازش کردن. همین جنازه ای دستای بسیاری آدم تابوت دیگه خیلی آدما راه گشتن نتونستن با بالای دستا همین خیلی تابوت با دروی جایی که منزلش کندگی بود با همونجا را گرفتن همین خیلی دست به دست روبرو آورده با دروی منزل در همینجا در خاک دفنش کردن. بعد آدما خیلی خیلی ای دور دیدن یا شنیدن همین خیلی رنگی واهمه واره که تابوتش با آسمون نه همین خیلی بالای دستا قطعی با بالای مردم با جای همین لحد شد کندن آوردنش به همینجا را بعد دفنش کردن همین بابای معصومه 1 سپتامبر سال 1968 تابوت پدر ایو در سنگ کلوله سری خسرو رای همونجا مرقبش همین خیلی مرقب ورداشتگی همون بابای معصوم انا پدر ای بابای معصوم سنگ کلوله را میگفتن داملا قربانی پروازی روزهای جمعه ای همون پیش خونش حال همون سنگی که نماز میخونه در بالاش همون جا هست از بالای همون میخسته است در همون سالا و همون وقتا میرفته میگفتن که در مکتلا نمازش میخونده با میگسته سهر با بامداده بچی را میامده به همین وطنش. خلای رجب‌ها میخواهد که آدمان نسبت اعتقادهای دینی همدیگر تحمل پذیر باشند و نوابسته از دین و رویه‌هایشان یکدیگر را احترام نمایند.